اونچنان رونق اقتصادی ایجاد بکنه و اونچنان مردم رو از لحاظ درآمد سرشار بتونن در اختیارشون قرار بگیره، اصلا به این 45,000 تومان خودشون نیاز نداشته باشن. دروغ نگو دروغ گو. یکی از حقوق شهروندی ما همین یه روزی باید درست شه. تو این شبای جادو تلاش ما اینه که این فضای بازتری بشه دیگه. حالا کم کم به جای فروش اشتراک ما دنبال فروش پهنای باند هستیم به مردم. آهای آهای دروغ گو، بگو ستاره هات کو، از جوری تنها موندی تو این شبای جادو. فضای مجازی رو، فضای اینترنت رو، ارتباط مردم با دنیا را دولت 12 حراست خواهد کرد. دروغ نگو، بس دیگه دروغ گو. دروغ نگو، دروغ نگو، بس دیگه دروغ گو. ما دنبال فیلتر کردن شبکه‌های اجتماعی نخواهیم بود. اینجا وزیر ماست به مردم قول میده دستش روی دکمه فیلترینگ نخواهد. هیچ کسی رو نداری سر روشونش بذاری. به صلاح و مصلحت آرامش مردم دیده شد این بود که فعلا فعالیت این شبکه‌ها متوقف بشن. دروغ نگو، بس دیگه دروغ گو. دروغ نگو، شبکه مجازی بسته از امروز. بس دیگه دروغ گو. هیچگاه دنبال افزایش نرخ ارز برای تأمین کسری بودجه خودش نیست. من یک بار دیگه تأکیداً میپرسم، پس ما خیالمون بابت دلار راحت باشه آقای رئیس جمهور؟ بله، ما فراری شد هر کی که یه لحظه باورت کرد. ما حقوق شهروندی را دنبال خواهیم کرد. بس دیگه دروغ گو، بدجوری تنها موندی تو این شبای جادو. هیچ کسی رو نداری سر روشونش بذاری. ما به مردم وعده دادیم، گفتیم جوانان، گفتیم زنان، گفتیم اقوام و اقلیت ها پای این عهدمان و پیمانمان ایستادیم.